سلام علیکم. همین اول ویدیو میخوام بهتون بگم که اگه رفیق مرموز و دغل‌باز دارید این ویدیو رو براش بفرستید، چرا که میخوایم همزادش رو معرفی کنیم. ویکتور لوسیگ یکی از مشهورترین و مرموزترین کلاهبرداران قرن 20 که به خاطر دغل‌کاری‌های شگفت انگیزش به شهرت رسید. اون توی سال 1890 در بوهمیان که الان بخشی از جمهوری چک به دنیا اومد و به دلیل فریبکاری‌های پیچیده و شخصیت جذاب و مهارت‌های زبانیش تونست نقشه‌های خودش رو توی کشورهای مختلف از جمله ایالات متحده و فرانسه اجرا کنه. یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌های این آدم فروش برج ایفله. می‌خوایم که زندگی این شخصیت افسانه‌ای یا دغل‌کار رو مرور کنیم. لوسیگ از همون دوران بچگیش استعداد ویژه‌ای توی فریب و دغل‌بازی داشته. اون تحصیلات رسمیش رو توی سطح محدودی گذرونده، اما بسیار هوشمند بوده و توانایی‌های زبانی و اجتماعی برجسته‌ای داشته. به راحتی میتونسته به چندین زبان صحبت کنه و این مهارت بهش کمک کرده که توی کشورهای مختلف مثل یه جنتلمن و مردی باهوش باشه. ویکتور لوسیگ توی طول زندگیش کلی کلاهبرداری رو طراحی و اجرا کرده، اما چند تاشون به شهرت جهانی رسیدن. اولیش فروش برج ایفله. یکی از معروفترین و جسورانه ترین کلاهبرداری‌های لوسیگ تلاش اون برای فروش برج ایفل بود. توی دهه 1920 برج ایفل توی وضعیت نامناسبی قرار داشت و هزینه‌های تعمیر و نگهداریش برای دولت فرانسه خیلی سنگین بود. این شرایط به لوسیگ فرصتی ایدئال داد. اون خودش رو به عنوان یه مقام دولتی جا زد و به تاجران ضایعات آهن توی پاریس گفت که دولت قصد داره برج ایفل رو تخریب کنه و نمیتونه هزینه‌های سنگینش رو تأمین کنه. اون از تاجران دعوت کرد که برای خرید برج ایفل پیشنهاداتی بدن. یکی از تاجرها که باور کرده بود این معامله واقعیه، مبلغ بزرگی رو بهش پرداخت کرد. بعد از دریافت پول، لوسیگ بلافاصله از پاریس فرار میکنه و جالب اینجاست که قربانی به دلیل ترس از شرمساری هرگز به پلیس مراجعه نمیکنه و این موضوع باعث میشه که لوسیگ دوباره برگرده پاریس و این نقشه رو دوباره هم اجرا کنه. یکی دیگه از روش‌های کلاهبرداری اون فروش دستگاه چاپ پول تقلبی بود. اون این دستگاه رو یه جوری طراحی کرده بود که به ظاهر میتونست پول واقعی تولید کنه، اما در واقع چند تا اسکناس محدود داخلش بود. بعد از فروش دستگاه و تحویلش به مشتری، دستگاه بعد از چاپ چند تا اسکناس واقعی دیگه هیچ پولی تولید نمی‌کرد. لوسیگ با تبلیغ این دستگاه و نمایش عملکردش پول زیادی از مشتریان فریب خورده‌اش به دست آورد. ویکتور لوسیگ حتی تونست آل کاپون، گانگستر معروف آمریکایی رو هم فریب بده. اون با وعده یه سرمایه‌گذاری سودآور از کاپون پول گرفت و بهش گفت که سرمایه‌گذاری نیاز به مدتی زمان داره. بعد از مدتی لوسیگ به کاپون گفت که سرمایه‌گذاریش شکست خورده و مبلغ رو بهش برگردوند. کاپون از صداقت ظاهری لوسیگ خوشش اومد و بهش یه پاداش بزرگ داد. این ترفند به لوسیگ اجازه داد بدون هیچ ضرری از این گانگستر خطرناک پول دریافت کنه. و اما یه ضرب المثل معروف داریم که میگه یه بار جستی ملخک. ویکتور لوسیگ در سال 1935 توسط FBI دستگیر شد. اون به خاطر کلاهبرداری متعدد و جعل اسکناس محکوم شد و به زندانی طولانی مدت در زندان آلکاتراز، یکی از مخوفترین زندان‌های ایالات متحده، فرستاده شد. لوسیگ نهایتاً در سال 1947 بر اثر ذات‌الریه درگذشت. لوسیگ شخصیتی بسیار پیچیده داشت. اون به شدت باهوش، کاریزماتیک و اغلب حتی برای قربانیانش جذاب بود. از ظاهر شیک و رفتار مؤدبانه‌ای برخوردار بود که بهش اجازه میداد تا به راحتی اعتماد دیگران رو جلب کنه. اون حتی قوانینی برای موفقیت توی کلاهبرداریاش داشت که بعدها به 10 فرمان کلاهبرداری معروف شد. این قوانین شامل نکاتی بود مثل حفظ اعتماد به نفس، ظاهر همیشه مرتب، گوش دادن دقیق به حرفای دیگران و اجتناب از مشروب‌خواری زیاد. بذارید 10 تا از مهمترین اصولی که لوسیگ توی کلاهبرداریاش ازش پیروی میکرد رو براتون بخونم. 1. همیشه گوش دادن به حرفای طرف مقابل. 2. ایجاد ظاهر آراسته و مرتب.
3. همیشه با طرز برخوردی مؤدبانه و احترام آمیز با دیگران رفتار کردن. 4. از بحث و جدل بی‌مورد پرهیز کردن. 5. همیشه مثبت و خوشبین بودن. 6. هرگز دروغ نگفتن درباره موضوعات بی اهمیت. 7. پنهان کردن نیت واقعی از طرف مقابل. 8. همیشه اعتماد به نفس بالا داشتن. 9. هرگز نشان ندادن حرص و طمع. 10. در شرایط بحرانی همیشه سریع عمل کردن. خلاصه که ویکتور لورسیگ بعد از مرگش به یکی از چهره‌های معروف دنیای کلاهبرداری تبدیل شد و خیلی از فیلم‌ها و کتاب‌ها و داستان‌ها از زندگی و ماجراهای اون الهام گرفتن. اون نه تنها به عنوان یک کلاهبردار بلکه به عنوان نماد زیرکی و شجاعت توی اجرای نقشه‌های پیچیده شناخته میشه. زندگی لورسیگ نمادی از دوران طلایی کلاهبرداری قرن 20. داستانش نشون میده که چجوری فردی باهوش و خلاق میتونه از شرایط ضعف‌های اجتماعی برای به دست آوردن سود خودش استفاده کنه. با این حال زندگی اون یادآور این نکته هم هست که حتی باهوشترین کلاهبرداران هم در نهایت نمیتونن از عدالت فرار کنن. امیدوارم که این ویدیو براتون جذاب بوده باشه. چنلمون تازه کاره، همونطور که میدونید نیاز به حمایتتون داریم. لایک و کامنت یادتون نره.